سلام، چطورید؟ خوش اومدید به یه برنامه دیگه از گیم پلی های من. بریم یه گیم خفن بازی کنیم. برنامه یه بازی از فنام فوتبال 2024. این بازی خفنیه، خداییش خفنه. بعد صدا درست میشه در ادامه آورد بالا. خب میخوام یک کریر برای خودم بسازم، یک کریر خفن باشه که اصلا یه حرف نداشته باشه. این کریرمو یک کریر من ساختم داخل زمان مادرید. حالا یک کریر ساختم مادرید وایت، رئال سفید. بعد ما الان اینجا سر بزنیم ایبیزیتیه، اینم بردیم چون اسم تیما رو نمیدونستم، به پته افتاده بودم. بعد دیگه ما باید الان یه بازی دیگه بازی داریم. Trying day. خب رودریگو اوکی. بریم گو. اینا چه اروگوئه برای من زده. اینو نمیدونم بچه راستی هم اگه تصویر من روی چیز نیست، ویدیو من دارم با کل صفحه ویدیو رو ببینید. نمیخوام تصویر من مثلا باشه جلو دست و پاتون باشه. اوکی لیتس گو. بریم رودریگو، کاماوینگا، اندرسون، کاماوینگا، رودریگو. واو چه بد زدیم. اوکی. اگه خواستین حالا این ویدیو رو تا آخر ببینید، اگه خواستین ویدیو خفن‌تر از این ویدیو ببینید که دیگه به من توی کامنت ها حتما بگید. نمیدونم اولین ویدیو که گذاشتم نمیدونم چرا کامنتاش بسته شده بود، ولی ویدیو بعدی سعی میکنم کامنتاشو یه کاری کنم بسته نباشه، چون میخوام ببینم نظرات شما به من چیه. خودم آدمی سی خفم میکنم. اوکی بریم. برو. خب خطا نگرفتی. خب حالا میندازیم جلو، توپ گیری میکنن. آخه اینا بازیکن آلمانی فقط کاماوینگا و رودریگو هستن. به جلو کاماوینگا برای برید چه؟ کورنل رو اینجوری براشون سانت میکشم. ضربه سر دبل میکنه این بازیکن. عالی ترین گل از نظر شما. خوب تو کامنت ها این گل بهتر بود یا گل اول؟ برحال من بازیکن خفنیم دیگه، هیچکی نمیتونه جای منو بگیره. خب توپ میرسه میلیتائو. شوت یوت. واو
کم حرف میزنم تا یکم از بازی لذت. چالش پنالتی هم میذارم از این بازی. این بازی خیلی بازی خوبیه ولی از نظر من که چیزه یکم اگه بازیکن‌ها رو خفن‌تر میساخت خیلی بهتر میشد. توی دروازه گل میزنه. آقا من تو هر پارت دو بازی میذارم و تو هر پارت دو بازی با یه پنالتی میذارم که بریم ببینیم چی میشه. یه پنالتی هم اصلا نمیذارم تو این پارت به پارت میریم بالا تا برسیم به پارت گیم فینال. حالا گروهی تمام بشه. گروهی فکر کنم این چمپیونز نیست فکر کنم یا هست نمیدونم فکر کنم لیگه. خبر ندارم والا خبر نزدم. قبول کنیم زدش. یه ضربه کش کاماوینگام ایسکایی رو میگیره. عجب شوتی زد کاماوینگام و عجب سیوی داشت این دروازه‌بان. توپشو بزنین به جلو. توپ خودم آمدم این توپو برای چیز برده چیه میندازه توپ. عالی رودریگو این تیکه ویدیو سر 5 ثانیه بزنین جلوتر 10 ثانیه میکشمت بیرون. نه قرارش نه نمیکشم. آخه اونو موقعی که اون کمانه قرار بیاد رودریگو به جلو. ویدیو برای تصویر خودم هم میدم فقط این ویدیو اولین ویدیو منو به استثناء قائلیم برای این ویدیو. اگه باز دید بخوره پارت بعدیشو میذارم یا چیز بخوره اصلا لایک بخوره ویدیو بعدیش هم میذارم. پاسو بین برو جلو برای رودریگو کورنل کورنل بابا پدر ما رو در وای خدا دست این بازی کنم خیلی چی کنید. توپ توپ زد یا پارو یای اصلا اینا کیان نمیشناسمش. بردیم یه بازی بس باشه نمیدونم. آره یه بازی برای این پارت بسته. مرسی همراه من بودید. اگه این ویدیو لایکش زیاد بشه پارت بعدی رو میذارم. خدافظ.